امروز دشمن ما، اون دشمنی که در مقابل ما قرار داره، یعنی رژیم صهیونی، منفورترین رژیم دنیاست، منفورترین حکومت دنیاست. ملت ها هم از حکومت صهیونی منزجرند، از اون متنفرند. دولت ها هم این حکومت صهیونی رو محکوم میکنن. یعنی شما ببینید رؤسای دولت های غربی که همیشه حامی رژیم صهیونی بودن، امروز اونها رو محکوم میکنن. البته محکومیت زبانی است، این کمه. محکومیت زبانی فایده ای نداره. اکثر مردم در 24 کشور جهان نسبت به اسرائیل و نتانیاهو دیدگاهی منفی دارند. این تیتر گزارشیه که مرکز تحقیقات پیو در خرداد ماه سال جاری منتشر کرد. یک مرکز معتبر مستقر در آمریکا که کارویژه اصلیش افکارسنجی و نگرش سنجی درباره موضوعات مختلف در سراسر دنیاست. طبق اعلام پیو، نیمی یا بیشتر بزرگسالان در 20 کشور دنیا از جمله کانادا، آمریکا، هلند، استرالیا، سوئد، یونان، آلمان، ایتالیا، فرانسه، لهستان و انگلیس به اسرائیل نگاهی منفی دارند. این نتایج محدود به مرکز افکارسنجی پیو نیست. مؤسسه نظرسنجی یوگو یوروتراک که یک مؤسسه معتبر نظرسنجی در اروپای غربی محسوب میشه هم به نتایج مشابهی رسیده. طبق اعلام این مؤسسه تنها 13 تا 21% مردم در انگلیس، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا نظر مثبتی نسبت به اسرائیل دارند. در مقابل 63 تا 70% دیدگاه نامطلوب نسبت به رژیم اسرائیل دارند. گالوپ هم از دیگر مؤسسات معتبر نظرسنجی در دنیاست. این مؤسسه اعلام کرده همدلی با اسرائیل در میان مردم آمریکا به پایین‌ترین مقدار خودش در 24 سال گذشته رسیده. سقوطی که در مقابل صعود همدلی مردم آمریکا با فلسطینی‌ها معنادارتر جلوه می‌کنه. صهیونیست‌ها نبرد رو در افکار عمومی باختن.